سرجان پیش از اینکه ما در بریک رفتیم ما سر می آهنگ نو شما صحبت میکنیم که شما به چندین زبانی را خوانده بودین. What inspired you؟ چی باعث ازی شد که شما این آهنگ این آهنگ خو کمپوز قسم گفتم از ویجان قاسمی است. بله. و ویجان قاسمی خودشان لطف و مرحمت کردن برای من زنگ زدن گفت که چون که امی آهنگ لیلی را شما حتما دیدین که سال فکر میکنم 8 سال پیش رو جور کردم اشتباه نکنم. او آهنگ هم یکی از کمپوزهای بسیار خوب ویجان قاسمی بود چون که او را به اون شکل خواندم و ویدیوش جور کردیم. خلاص اکثر جزئیات زیاد گپ نمیزنیم، عزیزا دیدن شاید کار ما بودن. ویجان زیاد خوش بود از آهنگ، گفت همی آهنگ که برای ما قسم توفه اینا لطف کردن دادن. گفت من چون از آهنگ لیلی زیاد خوش بودم گفتم دفعه همی آهنگ که بسیار سرش زحمت کشیدین در قسمت کمپوزش خصوصا و همی چی میگن همی هر توتیزی آهنگ از هر گوشه و کنار که اینا سربرا کردن جور کرده بودن. ایره گفت من فقط شایسته‌ای آهنگ گفت خودت میبینم که بخوانی و برای من کلان افتخار است که یک هنرمند هنرمند انجبت لایی ما کمپوزیتور بسیار خوب ما اینا لطف کردن دیگه. گفتم از این چی میتونه بزرگ هر جا که هستم سلام های ما رو بپذیرید. واقعا سلام ما رو پذیرا شد. سلامت باشین. و من ازشان تشکری میکنم که جوانای ما رو کمک میکنن واقعا که جای افتخار است. راست میگین. من همیشه به یقین هستم که کار و کارگر باید یعنی کسایی که در پشت کار یک سیدی هستن باید نام از اونا گرفته شود. اگر شاعر است، اگر کمپوزیتور است، اگر ارنجر است، واقعیتش باید واقعیت ها به بسیار صفایی و این اصلا یک افتخار است به خود یک هنرمندم وقتی که میگه. حالا من گفتم شکرگزار خداوند پاک هستم که دوستای بسیار خوب در هر گوشه و کنار دنیا دارم، هنرمندای بسیار خوب گفتم هستن کمک میکنن و در پولی از این گپا مثلا از مستقل استودیو یاد کنیم که سیجان انصاری جوان بسیار بسیار نیکو سر خرد بارش بار کنیم من صحبت کنم کم از دیگه اینا یعنی پولی از که رفیق بسیار خوب هستن، اینا دوست بسیار خوب هستن و کمپانی بسیار خوب مجهز دارن که امی سی دی ما پوسترها را سی دی نو این پوسترها شما؟ بله ایره که سی دی شه و پوسترهایشه اینا تهیه کردن که گونه شاید کار شما هستین که من بعد دوستارشان میتونم که نام خدا چقدر اینا زحمت کشیدن و نگفتن انا این سی دی بله فقط اینم یک چند روز پیش در شهر ویرجینیا و نیویورک فعلا رسید و به اروپا به می هفته آینده به خیر میرسه و شورای دیگر هم فقط آخر می هفته به خیر واید کل جای یعنی دوستا اگر بخواهن میتونن به مغازه مختلف برن و به دست برن مغازه افغانی یعنی مطلب مست مغازه افغانی بله اکثریت مغازه افغانی می داشته باشن و در ضمن میتونن که کسایی که اگر در شهرهای خرد هستن مغازه افغانی نیست شرایط مساعد نیست اونا میتونن که به وبسایت ما که seermusic.com است با تماس شوند همکارای ما کسایی کار میکنن اونا برشان قسمه که سی دی اگر دستورا باشه عمده کار داشته باشن برشان دوام میکنن کسایی که به حساب گفتم یکی دو تام کار دارن برشان انشالله کسایی کار میکنن کمک میکنن برشان دوام و گپ خوب عزیز که سیر جان قسمه که ما یک سری جوانای نو و نرمنده نو میبینیم اونا کوشش میکنه که زوز تا آهنگا جور کنه و به بازار عرضه کنه و آهنگایشان هم قدر کشش نمی داشته باشه چند مدت در شهرت می باشه بعد از او کسی هیچ دیازشان نمی باشه و خودشون چون که عجلگی میکنن و خودشون ما سر از این سیدی تقریبا 3 سال کار کردیم قسمه که شما برای گفتن و ما به این باور دارم که این سیدی بسیار آهنگ خوب دارن قسمه که شما بسیار زحمت کش هستین و کوشش میکنین این چیز خوب عرضه کنین به دوستایتان به علاقمندان چون که بسیار مهم است برای هنرمند که چیز خوب باشه. بله کار عجله هیچ وقت نتیجه خوب نمیده. کار که آدم خصوصا یک سیدی در مارکت آدم ارائه میکنه باید که از هر جهت باید او سرش چندین بار آدم یعنی فکر کنه زحمت بکشه که یک چیز خوب برای بینندش تقدیم کنه. اگر با مخاطری وقت زیاده گفتم گرفت سربرا کردن ازی که بسیار دوستا گفتم زحمت کشیدیم امی آهنگ نگینه را کمپانی الایو پرودکشن اونا هم بسیار گفتم تشکر میکنم ازشان افتخارشان دارم زحمت زیاد کشیدن سر از او و کمپانی امی اورکزایی که آهنگ نگینه ریمیکس باز ویدیویش سر ویدیویش گپ میزنم اونا زحمت کشیدن
دیگه خود ویدیو ما دو ویدیو کشیدیم تا سیدی کلش مکمل پوره شد تقریبا 3 سال گرفت. بله. یعنی باز بعد از این بخیر ویدیو انفینیتی لاف زیر کار است که یک 3 هفته 4 هفته بعد بخیر شوتینگ از شروع میکنیم. بسیار خوب. دیگه بخیر همه چیز خود راست میشه بخیر. خیلی چیزا حتما که نوید جان و ارگزای هم کردن کمک کرده باشه. با ما آهنگ نیگنری ریمیکس اونا تهیه کردن دیگه. ما گفتم همکاری کرده همه دوستا دارم ارتباط اصلا کرده همه آدم نگاه کنم و چی را خوب است همکار باشه دیگه. حال طرف امریکا آمدیم یک چند کمپانی دیگه است که کرده از در وقت نزدیک پلان دارین و از گذشته هم در ما صحبت کنین؟ بله چرا نه. حالا که سیدی بخیر به مارکت برآمد چندین کمپانی از دوستاست که برای ما پیشنهاد کردن از شورای مختلف حتی از اروپا دیگه. بخیر کنسرت های همی سال نو عیسوی که گذشت 3 کنسرت داشتم با 3 شورای نسبتا اونجا شورای خرد امریکا بود که بسیار موفق گذشت و خوش هستم. و این بار کنسرت ها با شورای کلان که من شهر شماست شهر سان فرانسیسکو نیویورک ویرجینیا این شورا بخیر می باشه کنسرت و با تقریبش دمی لابلا بخیر طرف اروپا عزیزا پیشنهاد کردم قسمت گفتم چند کمپانی دیگه انشالله که بعد از اینمی ویدیوهاست و اینمی کنسرت هاست که بخیر سربراه شده میره و ما کوشش میکنم که هنر ما به خدمت تمام عزیزا علاقمندایم که در هر گوشه و کنار دنیا هستن بر از اونا تا حد امکان که از توان ما پوره است برشان یعنی برسانم دیگه. بسیار خوب. و سیار جان ما فکر میکنم این سیگنیچر شمایی است که شما همیشه نوآوری میکنید از مثل ویدیو کلیپ قشنگتان و مثل که شما اولین هنرمند بودین که در کانادا شما کنسرت گرفتین که در کشتی در بین بحر. خیلی جالب. واقعا بهترین خاطره رو شما به یادم آوردین که او کنسرتم به شهر ونکوور زیبا بود. فکر اشتباه نکنم به سال 96 که تلویزیون ها هنوز بوده ساتلایت تیوی ها بسیار نو جور شده بود و به او سال بود و شهر ونکوور. واقعا خاطری بسیار خوش داشتم از کنسرت و عزیزان کسایی که در کنسرت بودن سهیم بودن اونا میفهمن که چه کنسرت بود و انشالله که بخیر گفتم شما خونه کارا بدید از کنترل خواهش میکنم مگم آهنگ از امی کنسرت که در کشتی است که اگر رو برای ما پیدا کنین و نشر کنین بسیار خوب زیبا زلیخا دارم شد بسیار مقبول بسیار زیبا و از همه چیز چون که ما اینجا میدیدیم در استودیو باز هم من خوشم آمد که به اندازه و دوستا که تلویزیون سر میکنن و خود افغانای عزیز دوستای که آمده بودن به کنسرت شما میدونید که چقدر اونا لذت میبردن وقتی که شما میگفتین زلیخا داره میشه اونا هم چرا شما میخواد وقتی که کلگی هماهنگ میشن میگن باور کنید بسیار یک احساس خاص برای خود هنرمند رخ میده. بله و او زیادتر از دل میخوره و او بسیار جالب بود. حالا در هر برنامه دیگه که تا به عروسی ها که یگان دفعه فرمایش میتن دوستا که میخوانم باز من میگم اگه مو رقمی که در کشتی کلی کردم یک جای خوانده بود اگه هماهنگ هستین کورسایش که میخوانین براتون میخوانم اگه نه که شرمنده کسین دیگه نمیشه. واضحه تو که برشان میگم زیادتر مردم تشویق میشن و زیادتر لذت بخش میشه برای مردم که بسیار خوبه است. من بسیار خوشم آمد. میتونم کم زمزمه کنم؟ یکم. اون پارتای چی می؟ زلیخا دارم شب دارم امشب زلیخا دارم